طبیعتاً تعداد خیلی زیادی نیستن که بتونن حرف زدنهاشون و گوش دادنهاشون و نگاه کردنهاشون رو در یک راستا قرار بدن. به خاطر اینکه ما پلتفرم های خیلی زیادی داریم. پلتفرم ها یکی از مهمترین کارهایی که دارن انجام میدن سردرگمی ایجاد میکنن. مطلب پشت مطلب، حقیقت پشت حقیقت، اصول، روش، تکنیک پشت سر هم. فقط کافیه شما یک لحظه تمرکزتون از دست بدید. برگشتن به مسیر قبلیتون خیلی کار سختی میشه، به خاطر اینکه شما غرق میشید در دنیایی از افکار، احساسات و انرژی ها. برای همین خیلی مهمه ما برای سرگرمی از موبایل استفاده نکنیم، برای تمرکز استفاده کنیم.